سلام، بریم با هم یه کار خیلی خوشگل و نازی رو آماده کنیم. اول کار طرح من انتقال دادم به کاغذ پوستی برای اینکه طرح هم صدمه نبینه و برای اینکه دوباره احتیاج داشتم بهش سالم بمونه. خب پس میتونید به یه کاغذ معمولی هم انتقال بدید. بعدش اونو انتقال دادم به لباسم. اول کاربن رو گذاشتم، طرف زرد کاربنم به لباسمه و طرف نوشتش به سمت خودمه. بعد با مداد نرم رو انتقال دادم و ببینید به این قشنگی روی لباسم رد طرحم افتاد. حالا میام دور تا دور کارمو و خطوط این گلمو با نگین متری میچسبونم. نگین متری من سایزش ریزه، رنگش هم رنگ سبزابی انتخاب کردم. هر رنگی که دوست داشتین شما میتونید این کار رو انجام بدید. میتونید از سایز درشت‌تر استفاده کنید. سایزم خیلی ریزه، پس باید حواسم باشه چسب که میخوام روی پارچه بزنم خیلی تمیز این کار رو انجام بدم. چسبای E8000 به خاطر نوک تیزی که دارم و میله‌ای که توی چسبا قرار داره خیلی کار منو راحت میکنه، اما بازم این احتیاط رو باید بکنم که مقدار چسبی که از چسب میاد بیرون خیلی کم باشه. دور چسبوندن کارم خیلی سخت نیست. پیچ و خم ها رو جاهایی که تاب داره شما فقط همون حالت خود پیچ و خم نگین متری رو روش رد کنید و بچسبونید و جاهایی که برش داره سعی کنید برش بزنید با قیچی نوک تیز که این حالت گل شما مثل طرحتون بشه. دقت کنید خیلی ساده است. جاهایی که توی طرحتون تیزه یعنی باید نگین متری برش بخوره و لبه های گلبرگتون همونطور که میبینید حالت خمیدگی داره اما تیز نیست. اون جایی که تیز نیست نیازی نیست شما نگین متری رو برش بزنید. اگر احیانا موقع چسبکاری چسب روی لباستون ریخت، اول سعی کنید بذارید خشک بشه. بعد از خشک شدنش با ناخن یا با یه چاقوی چیزی اون قسمت چسب رو بردارید. یه مقدار از سفیدی چسب توی کارتون ممکنه بمونه. اونو با یه دستمال مرطوب، با دستمال‌های مرطوب بهداشتی و اگر باز هم نشد با پد لاک پاک کن میتونید از روی لباستون جداش کنید. سعی کنید تمیز کار کنید، ظریف کار کنید تا هیچ وقت این اتفاق براتون نیفته. مرحله اول کارم چسبوندن نگین‌های متری بود. اونا رو چسبوندم و بعد حالا گذاشتم خشک شد. کاملا که چسبم خشک شد میام شروع میکنم خطوط بین گل رو که توی طرحم کاملا واضحه خطوطش رو با ملیله شکسته پر میکنم. به جای ملیله شکسته شما میتونید هم از منجوق استفاده کنید، هم کریستال ریز استفاده کنید، هم حتی میتونید خود نگین متری رو با یه رنگ دیگه بچسبونید و این کار رو انجام بدید. من دوست داشتم به حالت بریده باشه، از ملیله استفاده کردم و به نظرم جذابتر شد. دوختش دوخت تک‌دوزیه، دوخت ساده ملیله است که یاد گرفتید و بلد هستید. خیلی راحت میتونید این کار رو انجام بدید. اگر خطوط براتون سخت بود، همونطور که میبینید من خطوط رو انتقال ندادم با کاربن، به خاطر اینکه وقتی با کاربن انتقال میدی دیگه پاک نمیشه، ردش روی لباس میمونه. در صورتی که من ملیلم به صورت تک‌دوزی میخوام و مابینش این مشکی لباسم میخوام پیدا بشه. اگر با کاربن این کار رو انجام داده بودم رد زرد کاربن میافتاد و بعد دیگه این بریده بودنه پیدا نبود و جالب نبود. پس دقت کنید متریال که میخواید برای این کار استفاده کنید چیه که انتقال طرحتونم به همون روش باشه. همونطور که دارید میبینید توی تصویرم من اومدم نگین های متریمم 2 تا 1 کوک زدم. حالا بعد از اینکه تموم این خطوط رو به صورت تک‌دوزی انجام دادم برگشتم مرکز گل هامو یه مقدار ملیله بیشتری زدم. به نظرم کارم قشنگتر شد و مرکز کار یه مقدار شلوغ‌تر شد. کار من روی شومیز ساتن انجام دادم. لای نزدم، نیازی نداشت به لای زدن.
پارچم با اینکه خیلی سبک و ظریف بود، با این حال ایستایش روی لباسم خیلی قشنگه. بعد از اینکه تمومم شد، یه اتو با حرارت ملایم از پشت لباسم به کارم زدم و همونطور که میبینید خیلی تمیز و ظریف شد. امیدوارم بدوزید.